بنده فخر میکنم، باعثی فخر است که با شودروان استاد ویدا رجب در یک فیلم چرخ آسیا نقش دیوانه رو بازی میکردم. چون استاد تن خاطره رو نقل یک لحظه خاطره که نقل میکنم که در دهه کنگرد وقتی ثبت میکردیم این فیلم، وقتی که عبید میشد یا که سحر خوراک میخوردیم، بعد خوراک خوردن آدم کمی میخواد استراحت کند. بعد از استاد میپرسم شادروان و ویدا رجب فقط چیکار کنیم کدام صحنه گیریم؟ استاد میگشتن طرف من نگاه میکردن میگفتن که دیوانه سرش تروشید، دیوانه سرش تروشید. هر لحظه همین سخنهای استاد در یاد ما میماند و شکرگزاری میکنیم که با استاد نقش آفریدیم و اله رو ارواحشون شاد باشن. اساسگزاری ساحه حج و اساسگزاری مکتب حج هستند استاد ویدا رجب و این بزرگان ابرمردان صنعت که اینجور رسمشون با دست با مهنتی زیاد کشیده شده است. اله ارواحشون شاد باشد. استاد یک نقل کرده بودن که میگه در یک محفل یک راوی یک برنده میبرید یک میگوید در همون محفل یک مهمان یک زن نشسته بود است، میگه همین راوی کسی باشد راوی خوب بود است. یک میگوید آوازش تمام جای پخش میکند. مادری راوی در همینجا نشسته بود است، میگوید که ای زنک ای مهمان این برنده همین برنده که یک گفته سه بچه ماهی یک حیات شد یک میگه یک رشده نمیشه. برای یکی مو دوی مو سه مو چور یک قرصک برای محفل همیشه بهار. استاد خواهش کردن که یک سرودی حجوی حسن چیلک خواند. من یک سرودی حجوی اگر امکانیت باشد یک شخص نزد شادروان استاد ویدا رجب میاد میگه که استاد یک دواتین من صحنه برآمدستم. میگه یکم بار برآمدسی؟ میگه یکم بار برآمدستم فنگرام میخونم. میگه بچم که فنگرام بخونی؟ فنگرام دعای چی دارم؟ میکروفون ابو قبل ده تاج موندم.